با سلام خدمت دوستای عزیزم، به کانال منیسا خوش اومدین. امروز اومدم با فالهای روزانه. اگه خوشتون اومد لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره و کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنین. فال روز متولدین فروردین. امروز ممکن است بسیار خوشحال باشید. ضررهای شما ممکن است به سود تبدیل شود. سالمندان شما ممکن است خوشحال باشند و از کار شما قدردانی کنند. احتمالاً در محل کار، موقعیت یا مسئولیت‌های خود از نظر ترفیع تغییراتی خواهید داشت. مخالفان و دشمنان پنهان شما ممکن است اکنون تحت کنترل باشند. مجردها و پرندگان عشق ممکن است با کمک اقوام یا دوستان تصمیمات مهمی در زمینه ازدواج بگیرند. فال روز متولدین اردیبهشت. امروز شرایط تحت کنترل است. ممکن است احساس بهتری داشته باشید. ممکن است برای سفرهای خارج از کشور برنامه ریزی کرده باشید. شبکه شما ممکن است در زمینه کاری به شما کمک کند. مقداری افزایش هماهنگی داخلی وجود خواهد داشت. شما ممکن است خلاق‌تر باشید. ممکن است برخی از مصنوعات یا چیزهای خلاقانه را برای خانواده یا دفتر بیاورید. همچنین ممکن است برای تماشای فیلم یا سرگرمی‌های دیگر با دوستان یا خانواده برنامه ریزی کنید. فال روز متولدین خرداد. در ابتدای هفته انتظار سودهای مالی خواهید داشت. بین درآمدها و هزینه‌های خود تعادل ایجاد می‌کنید که باعث تقویت موجودی بانکی شما می‌شود. احتمالاً در شغل خود عملکرد بهتری خواهید داشت. رئیس شما مسئولیت‌های جدیدی در زمینه ترفیع به شما خواهد داد. شما پول خود را از وام دهندگان خود پس خواهید گرفت. شما قادر خواهید بود بر مخالفان و دشمنان پنهان خود کنترل کنید. الان سلامتی بهتر است. فال روز متولدین تیر. امروز ممکن است قصد بازسازی خانه را داشته باشید. برای حفظ موقعیت اجتماعی خود می توانید برخی از وسایل را برای تزیین خانه خود خریداری کنید. به احتمال زیاد هماهنگی با همسر وجود دارد. در زندگی خانگی هماهنگی ایجاد می کند. اختلافات با دوستان، همکاران و شرکا ممکن است حل شود. ممکن است خبرهای خوبی از نظر دعوا دریافت کنید. فال روز متولدین مرداد. امروز ماه مثبت به شما برکت داده است. ممکن است احساس سلامتی داشته باشید. مشکلات سلامتی قدیمی ممکن است اکنون درمان شوند. مبلغی که در جایی گیر کرده بود ممکن است اکنون بازیابی شود. همچنین می توانید برای خرید از چیزهای مربوط به تجملات درخواست وام دهید. فال روز متولدین شهریور. امروز مورد برکت مشتری هستید که ممکن است به شما اعتماد به نفس بدهد. ممکن است بتوانید با اطمینان تصمیم مهمی بگیرید. شما همچنین تعیین کننده هستید. بنابراین ممکن است بدون فکر کردن از فرصت استفاده کنید. احتمالاً ممکن است در خانواده و دوستان پول خرج کنید. پرندگان عشق ممکن است از لحظات شاد خود لذت ببرند. متقاضیان شغل ممکن است با کمک دوستان به شغل مناسبی دست یابند. فال روز متولدین مهر. امروز ممکن است احساس کسل کننده ای داشته باشید. ممکن است از روز خود لذت نبرید. ممکن است قربانی غرور شوید. ممکن است بر زندگی حرفه‌ای و خانوادگی شما تأثیر بگذارد. ممکن است از درون احساس عدم اعتماد به نفس داشته باشید که ممکن است شما را از انجام کاری خلاقانه در کار باز دارد. فال روز متولدین آبان. امروز ممکن است احساس انرژی کنید. ممکن است در محل کار به طور مؤثر عمل کنید. سخت‌کوشی شما ممکن است در حال حاضر به شما کمک کند که ممکن است اعتماد به نفس شما را افزایش دهد. اختلافات مربوط به ملک یا با خواهر و برادر احتمالاً اکنون حل خواهد شد.
ملاقات شما با یک فرد با نفوذ ممکن است شبکه شما را تقویت کند. فال روز متولدین آذر. امروز ماه به شما برکت داده است که شما را خوشحال می کند. به احتمال زیاد با کمک مهارت‌های ارتباطی خود سفارش بزرگی دریافت خواهید کرد. با اطرافیانتان مؤدب رفتار می کنید. ممکن است با کمک همکارانتان تصمیمات سختی در کسب کار بگیرید. فال روز متولدین دی. امروز ماه به شما برکت داده است. روز خوبی برای شماست. نشاط خوبی دارید که ممکن است در محل کار از آن لذت ببرید. ممکن است از لحظات عاشقانه با همسر خود لذت ببرید. احتمالاً برای شروع یک پروژه جدید، برنامه‌های جدیدی می سازید. استعداد شما ممکن است به شما در طرح‌های نمودار جریان کمک کند. جویندگان کار شغل مناسبی پیدا خواهند کرد. به پرندگان عشق توصیه می شود از بحث در مورد موضوعات بی ارزش خودداری کنند. فال روز متولدین بهمن. امروز ممکن است ناامید شوید. به شما توصیه می شود که غرور خود را کنترل کنید. در غیر این صورت ممکن است در حین صحبت کردن با هر کسی به دلیل صحبت کردن با ضررهایی روبرو شوید. پرندگان عشق باید در بحث مراقب باشند. در غیر این صورت ممکن است رابطه تحت تاثیر قرار گیرد. فال روز متولدین اسفند. امروز ممکن است آرامش در ذهن وجود داشته باشد. ممکن است بر سرمایه گذاری در کسب و کار برنامه ریزی کنید که ممکن است نقدینگی را در کسب و کار شما افزایش دهد. درآمد شما ممکن است سلامتی مالی شما را تقویت کند. ممکن است از لحاظ عاشقانه با همسرتان لذت ببرید که ممکن است هماهنگی را در زندگی خانوادگی افزایش دهید. مجردها ممکن است به احتمال زیاد همسر مناسبی پیدا کنند. پرندگان عشق ممکن است تصمیم به ازدواج بگیرند. دانش آموزان با کار ما خوب برکت خواهند یافت.